زیرا قبلا دکتر شاهولی را در جمله همراهان ترکی جا داده بود که می توانست به وسیله او از همه جزئیات سفر آگاه شود و از جانب نیز در نظر داشت تا برخی هواخواهان ترکی چون وطنجار، گلابزوی، سروری، میثاق، مستوریار و شرعی جوزجانی را از میان بردارد. نماینده استخبارات خارجی شوروی از پلان امین اطلاع حاصل می کند. اولین بار از موضوع به میثاق خبر داده می شود و میثاق در روز تطبیق پلان امین در جعبه میز دفتر خود پنهان شده و بعد به خانه پناه می برد. اما به زودی با شرعی جوزجانی و پنشیری وفاداری خود را به امین ثابت می سازند و به امین می گویند که ترکی در ملاقات با برژنف پلانهایی را بر ضد او طرح خواهد کرد. امین در بیانیه خود در پوهنتون کابل از کنجکی ها یاد می کند. هدف او کسانی بودند که هنگام جلسات در کنار ترکی می نشستند و در قسمت کنج میز قرار می گرفتند. وطنجار، گلابزوی، سروری و مزدوریار در مورد امین به ترکی شکایت کرده و خواستار محدودیت در صلاحیت های او شده بودند. ترکی در بازگشت از هاوانا ضمن توقف کوتاهی که در مسکو داشت از انحراف امین و برژنف یاد کرد و تقاضای خود را مبنی بر اعزام عساکر تکرار نمود و برژنف وارد آوردن تغییراتی را در رژیم کابل به ترکی وعده داد. مسکو علاقمند بود امین را با کارمل تعویض کند. دکتر شاهولی که با ترکی همراه بود و قبلا از همین هدایت یافته بود میخواست در ملاقات ترکی گرومیکو و برژنف شامل باشد، اما در جلسه راه نیافت. گفته می شود در این ملاقات تفاهم بین ترکی و کارمل به وجود آمد. دکتر شاهولی به امین اطلاع می دهد که در مسکو توطئه چیده شده است. روی سپتامبر 1979 برابر به 19 سنبله 1358 کمونیست های مشهور و تعدادی از مردم به صورت اجباری جهت پذیرایی از ترکی موظف گردیده بودند. امین که پس از دریافت اطلاع شاولی در رابطه به اوضاع تردید داشت، متوجه می شود که فقط افسران هواخواه ترکی در میدان هوایی جمع شده اند. به این لحاظ هدایت می دهد تا برخی افسران محل را ترک گویند. طیاره حامل ترکی به میدان هوایی فرود آمد، اما از پیلوت خواسته شد تا دوباره پرواز کند. طیاره بار دوم به زمین نشست. امین مستقیما با موتور خود به نزدیکی طیاره رفت. او با این روش می‌خواست تا پلان احتمالی علیه خود را خنثی سازد. امین اولین کسی بود که با ترکی مصافحه کرد و برایش اظهار داشت که برای ما چانس میسر شد تا جلوی توطئه دشمنان را بگیریم. حال ترکی که دشمنان کی بودند پاسخ روشنی ارائه نکرد. سروری ضمن دیدار شخصی با ترکی او را آگاه می سازد که امین پلان خطرناکی را روی دست دارد. پلونیم کمیته مرکزی حزب خلق دایر می شود. ترکی گزارش سفر خود به هاوانا را ارائه می دهد. در ضمن هواخواهان ترکی از امین می خواهند تا در مورد پلانی که بر ضد ترکی طرح شده معلومات دهد. امین با بی‌باکی تمام ترکی را به توطئه علیه خود متهم می سازد. سفیر پوزانوف، نماینده کاجبی جنرال ایوانوف، وزیر دفاع شوروی جنرال استینوف و سرمشاور گاریلیوف از مسکو وظیفه گرفته بودند تا در مفاهمه با ترکی دست امین را از امور دفاعی و استخباراتی کوتاه سازند. امین 3 نفر هواخواه ترکی، وطنجار وزیر دفاع، گلابزوی وزیر مخابرات و مزدوریار وزیر داخله را برکنار می سازد و در حالی که ترکی حاضر نبود فرمان را امضا کند، موضوع از طریق اخبار رادیو تلویزیون اعلام می گردد. وزیران معزول با سروری به سفارت شوروی پناه برده و خواستار ملاقات با ایوانوف می شوند. گلابزوی می گفت که امین جاسوس CIA است. ایوانوف با آنها وقت زیاد نداده و خواستار گزارش تحریریشان گردید. وزیران به خانه ایلن عضو رابط کاجبی پناه میبرند. گلابزوی در گزارش خود زمان ملاقات های امین را با جواسیس CIA یادداشت کرده و به ایوانوف می سپارد. سروری تلفنی به ترکی اطلاع می دهد که امین پلان قتل شما را دارد و ما حاضر هستیم از شما دفاع کنیم. 22 سنبله 1358 3 نفر جنرال و سفیر پوزانوف به ارگ جمهوری که خانه خلق خوانده میشد میروند. ترکی تلفنی از امین تقاضا میکند که به خانه خلق بیاید و به رفع سوء تفاهمات بپردازد. امین پس از آن که سفیر پوزانوف از امنیت اوضاع به او اطمینان میدهد حاضر به ملاقات میشود.
دو موتر در مقابل دفتر ترکی توقف میکنند. نخست نگهبانان و چند لحظه بعد امین از موتر پیاده می شود و همزمان زیر آتش سلاح‌های نگهبانان ترکی قرار می گیرند. امین در حالی که دستش زخم برداشته است از محل فرار می کند. روی زینه ها خون چکیده بود و چند قدم دورتر جسد داوود تلون به نظر می خورد که در دفاع از امین کشته شده بود. ترکی دوباره از طریق تلفن با امین ارتباط می گیرد تا به او بفهماند که فراموش کرده بود به نگهبانان بگوید که به امین اجازه دهند وارد دفتر او شود. اما آیا امین می توانست بپذیرد؟ و امین که اوضاع را خلاف میل یافته بود برای مقابله با ترکی آمادگی می گیرد. مسئولیت، قانونیت، عدالت. دوصد جبهه در برابر رژیم. بر اساس اطلاعاتی که الکساندر مروزوف معاون کاجبی در بخش کابل افشا نموده است، روز 25 سنبله 1358 برابر با 15 سپتامبر 1979 ترکی به وسیله دگرمن محمد یعقوب لویدرسیز، جانداد قماندان گارد خانه خلق و روزی معاون سیاسی گارد دستگیر و در اتاق خدمه ارگ زندانی شد. گلغوته امین حتی 2 روز قبل به مدیر مکتب خود گفته بود که تصویر ترکی را از دیوار دفتر بردارد، زیرا این شیطان به زودی کشته خواهد شد. امین شخصا از زندانی شدن ترکی با سفیر پوزانوف اطلاع داده و اضافه می کند که ترکی در شرایط خوب صحی به سر می برد. اگر خواسته باشید می توانید او را ملاقات کنید. سفیر پس از گزارش موضوع به مسکو به این نتیجه می رسد که کار ترکی ختم است و باید امین جانشین گردد. جانداد قماندان گارد پس از تجاوز شوروی اعتراف کرد که ترکی پس از مراجعت از هوانا مرا به اتاق کار خود خواست و گفت که میان رهبری اختلافاتی بروز کرده و امنیت من به عهده توست. عبدالودود یکی دیگر از افسران گارد در زمینه چنین اعتراف کرد که روزی ترکی را دستگیر کرد و بعد یک جا با اقبال او را روی بستر خدمه خوابانده و با بالش او را خفه کردند. 15 دقیقه بعد ترکی مرد. 26 سنبله 1358 امین که پست‌های منشی عمومی حزب خلق، ریاست شورای انقلابی و لمړی وزیر را به دست آورده بود، طی بیانیه به مرگ ترکی چنین اشاره کرد: خلق دلیر و نجیب افغانستان افتخار دارند که با پیروزی انقلاب کبیر ثور دارای چنین جشن‌ها اند که در آن یکی پی دیگر کارهای معجزه آسا می‌کنند و به پیش می‌روند. خلق زحمتکش ما با خنثی ساختن هر توطئه امپریالیسم و سرکوب نمودن هر تجاوز دشمنان انقلاب و از بین بردن هر عنصر منافی تکامل مطلوب انقلاب به پیش می روند. بزودی 500 شامل تلون، نواب، معاون اکسا و برخی محافظین امین که در تصادمات ارگ کشته شده بودند دفن گردید و امین جلال آباد را به تلونشار مسما ساخت و همانگونه که کمونیست ها پیوسته از این روش استفاده کردند، در مورد ترکی اعلام گردید که کمیته مرکزی حزب و شورای انقلابی استعفای ترکی را بنابر مآذیر صحی پذیرفت و در اثر این صحنه‌سازی چند روز بعد خبر مرگ ترکی از رسانه‌های رسمی پخش گردید. همین هنگامی که برای اولین بار پشت میز آخرین کار خود قرار گرفت، خیلی خرسند به نظر می رسید و نمی توانست از خنده های پی هم خودداری کند، زیرا دیگر نه شخص دوم بلکه شخص اول حزب الدولت بود. امین کمونیستی بود که حس قدرت طلبی بر ایدئولوژیش چربی می کرد، اما در هر حال او یک کمونیست بود. توجه کنید که او یکی از صحبت‌هایش را چگونه آغاز می کند: بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم خب میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. زاور و وطنوالو و نخواندم. ولی امین
در ظاهر با تظاهر خاص جلسات رسمی را به خاطر نماز قطع می‌کرد. آن هم به شکلی که می‌گفت 15 دقیقه وقت نماز را تفریح کنیم. تماز دیگر دلمانزه وقت ده د 15 دقیقو لپاره به تفریح وکړو. بدرانه و این است تفریحی که او و رفقایش 15 دقیقه ها می داشتند. هرچند امین اعتماد چندان برژنف را جلب نتوانسته بود و حتی پس از مرگ ترکی برژنف به اطرافیان خود گفته بود که ضربه توهین‌آمیزی به او وارد شده که به زودی پاسخ خواهد داد. اما امین در صحبت‌های خود پیوسته از روابط برادرانه با مسکو یاد می‌کرد. 11 میزان 1358 او هنگام افتتاح انستیتوت علوم اجتماعی که عمده‌ترین مرکز شستشوی مغزی خوانده میشد، مضامین انستیتوت را معرفی کرد و در مورد لنین سومنات کمونیست‌ها گفت: این قدم بزرگ، این عمل پر افتخار، افتتاح انستیتوت علوم اجتماعی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که تدریس و پخش فلسفه، اقتصاد و سوسیالیسم علمی را به دوش داشته و در آن تحقیقات و تطبیقات وسیع به عمل می آورد. چون در این امر تاریخی پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان از همکاری‌های انترنشنالیستی کارگری و برادرانه حزب کمونیست اتحاد شوروی وسیعاً برخوردار است که با اطمینان و افتخار گفته می‌توانم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیث حزب برادر در پهلوی حزب مورد افتخار همه کارگران جهان و سایر زحمتکشان جهان، حزب لنین کبیر، جای پر اطمینان و پر ارتباط دارد. سفیر پوزانوف و مسکو در مشوره با هم در مورد 4 وزیر معزول تصمیم گرفتند که آنها را در تابوت‌ها به شوروی انتقال دهند و به این ترتیب بطنجار، سروری، مزدوریار و گلابزوی که در داخل سفارت شوروی نیز از امین در حراس بودند به مسکو برده شدند. امین توانست که سفیر پوزانوف را ناگزیر سازد تا افغانستان را ترک کند و مسکو در عوض فترت احمد جانویچ تابیوف را اعزام کرد. اما برخی این تغییر را نشانه پیروزی امین نه، بلکه علامه سیاست جدید شوروی خواندند. امین دستگاه جاسوسی عکس‌ها را با کام یعنی کارگری اطلاعاتی مؤسسه نامگذاری کرد و هنگام تصویب قانون سارنوالی انقلابی یک جا با رفقایش شعار مسئولیت، قانونیت، عدالت را سر داد. فقره دیگر اضافه شد که تحقق اصل مسئولیت، قانونیت و عدالت بهتر خواهد. اصل مسئولیت و قانونیت و عدالت در خود تطبیق این قوانین مضمر است. چون در ماده اول این قانون اصل تحقق اصل مسئولیت، قدرت و عدالت ذکر شد، او سایه از بالای تمام مواد قانون دارد. یا من فکر میکنم که تذکر جداولی در ماده زیاد باشد. اما بنا به گفته معروف عوام هدف او مسمومیت، قاتلیت، عداوت بود، زیرا کام سطح کشتارهای بدون محاکمه را بلندتر برد. گفته می شود که اسدالله امین برادرزاده و داماد امین که ریاست کام را عهده‌دار بود، شبانگام در حالت بیخودی زندانیانی را برای نشانه‌گیری انتخاب می کرد و بعد به شهادت می رسانید. در آغاز دوره امین لیست 12,000 شهید که در واقع به وسیله 2 اسدالله، سروری و امین به شهادت رسیده بودند بر دیوارهای وزارت داخله آویخته شد. قیام در برابر رژیم. اقداماتی را که رژیم می‌خواست در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی پیاده کند، بنابر خصایص ضد اسلامی خود به زودی احساسات ضد دولتی مردم را برانگیخت.
پروگرام اصلاحات ارضی، سیستم کمونیستی تعلیم و تربیه، نحوه جلب و جذب زنان و مردان سالخورده به کورس‌های سوادآموزی، چگونگی اجرای سرشماری نفوس و پرسیدن نام زنان در محلات، خصلت کمونیستی و خدانشناسی وابسته‌های حزب خلق، کشتارهای بدون محاکمه و وابستگی بدون قید شرط رژیم به مسکو سبب شد تا مردم دست به قیام‌های بزنند که در آغاز شکل پراگنده داشت. با اساس اسناد نشر شده، نخستین قیام مردمی روز 13 ثور 1357 در علاقه‌داری زیروک ولایت پکتیا به وقوع پیوست و بعدها دامنه خود را به زدران، گردیز، زرمل و کرشکن نیز وسعت بخشید که در نتیجه چهره‌های چون مولوی جلال الدین حقانی و مولوی نصرالله منصور باعث قماندانان عمده جهاد در محل ظهور کردند. اوایل سرطان 1357 قیامی در کنرها به وقوع پیوست. این قیام سبب شد تا مجاهدین شیگل در ایپیچ، نورستان و شلتن عملیات هماهنگی را بر ضد قوای رژیم انجام دهند. قوای رژیم که در برابر از وحشت استفاده می‌کرد، در عملیات زمستانی خود 25 قریه را در کامدیش به آتش کشید. پنجشنبه خونین. چهار هوت 1357 خونین ترین قیام مردم مسلمان در هرات به وقوع پیوست. پافشاری بی‌نتیجه کمونیست ها برای جلب اجباری دختران به کورس سوادآموزی سبب می شود تا مردم مسلمان قریه سلیمی برای قیام علیه رژیم آمادگی بگیرند و در غوریان نیز ولسوال منطقه در نتیجه مخالفت مردم با اصلاحات ارضی 7 نفر را در محضر عام زنده به گور کرد. 24 هوت رژیم در برابر مردمی که تکبیرگویان به شهر داخل شده بودند از تانک و طیاره‌های روسی استفاده کرد. اما مسلمانان بدون هراس قیام خود را ادامه داده و شمار افسران کمونیست و مشاورین روس را به هلاکت رسانیدند. در این قیام 25,000 نفر در نتیجه کشتار بیرحمانه رژیم شهید شدند که گورستان دستجمعیشان پس از پیروزی مجاهدین در سال 1372 کشف گردید و به جنایت قرن شهرت یافت. در نتیجه قیام هرات، گل محمد تیزانی از میان مردم و جگتورن محمد اسماعیل خان و جگتورن علاءالدین خان افسران فرقه ابده هرات به حیث قماندانان برجسته ظهور کردند و تیزانی پس از 4 ماه جهاد به شهادت رسید. زمستان 1357 قیام‌های در چارکنت مزار شریف و دره صوف ولایت سمنگان نیز به وقوع پیوست. والی خلقی سمنگان قیام کنندگان را پس از دستگیری یا زنده به گور می‌کرد و یا حکم می‌داد که در دریای آمو غرق کنند. اسنادی که از دستگاه جاسوسی اکسا به جا مانده حاکی از آن است که در ولایات مختلف کشور تعداد بیشمار مردم با وسیله گماشتگان حزب خلق به شهادت رسیدند و خانه‌هایشان به آتش کشیده شده است. اسدالله سروری شخصا بدون احساس هیچگونه مسئولیت اخلاقی، مذهبی، ملی و انسانی حکم قتل 350 تن افغان را بدون موجودیت اسناد تحقیق و اوراق و احکام محکمه صادر کرده است. با جواب شفر 122 تاریخی لیل 21/22 حمل 1358 شماست. اشخاص مذکور به صورت بسیار مخفی در همان جا محو شوند. پیروز باشید. سند دیگر: خویش را امین الله بندی نموده و 7 تن دیگر را به پاکستان اعزام نمایید. اما دشخیمان وی معنای این کلمه یعنی پاکستان را به خوبی درک می کنند و 7 نفر دیگر را تیرباران می کنند. 27 ثور 1358 دو گروه مجاهدین که 43 تن را در بر می گرفت وارد دره پنشیر گردید که رهبریشان را احمد شاه مسعود امیر جبهات پروان کاپیسا عهدهدار بود. مسعود دیدارهای را با مردم آغاز کرد زیرا نمیخواست که بقای سال 1354 تکرار شود. اولین حمله را علاقه‌دار حصه اول بر ضد مجاهدین آغاز کرد که به مرگ خودش انجامید.
در یکی از عملیات ها که بعد از فتح بولغین، خارو، قل کفترخانه سالنگ جنوبی در دهانه پنجشیر رخ داد، تعداد 500 تن عساکر دولتی کشته و اسیر شدند. جنگ 40 روز ادامه یافت که احمد شاه مسعود نیز در این جنگ از ناحیه پا زخمی گردید و به زودی بهبود یافت. دوی سرطان 1358 قیام چندول کابل و 17 قیام افسران مسلمان بالاحصار رخ داد. با وجودی که قیام ها به سقوط رژیم انجامید، اما روحیه سران رژیم را تضعیف کرد. ضمن قیامی در فرقه جلال آباد نیز به وقوع پیوست، اما سران رژیم از وقوع قیام ها به نحو بیشرمانه انکار می‌کردند. سد 1358 غند کوهی آسمار به رهبری دگربال عبدالرؤوف صافی، قماندان غند، با پرسنل و تجهیزات خود به مجاهدین پیوست. عبدالرؤوف صافی که پس از پیروزی مجاهدین قماندانی قول اردوی مرکز را عهده‌دار شد، در مورد میگوید: زمانی که کودتای 7 ثور صورت گرفت، روز پنجشنبه بود. البته 7 و 8 ثور وضعیت پیش تمام صاحب منصبای مسلمان مجهول بود. این پیش ما واضح نبود که کودتا را چه قسم مردمای برا انداختند. صاحب منصبای مسلمان در بین خود منسجم نبودند. ما سایه ورزیدیم تا یک مدتی که در امی دولت باقی میمانم، با همه صاحب منصبای مسلمان و عساکر مسلمان ارتباطات را تامین بکنیم. در وقت مجاهد غیر از تفنگای دانپر، تفنگای چاقمقی و اکثرا با وسایل بسیار ابتدایی و محلی بر علیه حکومت قیام نموده بودند. امی بود که بهترین شرایط برای ما مهیا شد. با تاریخ 30 اسد سال 58 بر علیه حکومت کمونیستی ما قیام کردیم. در اینمی وقت ارتباط بیسیمی ما با دولت نرمال دوام داشت. به خاطر از اینکه دولت تیاره داره و ساحه لوایسی محدود بود، میتونست که یک تیاره لوایسی را بمبارد کنه و تمام مهمات عساکر مهمات و سلاح راکت انداز توانستم که با جبهه پنجشیر و برادر انجینر مسعود کمک کردم و همینطور با برادرای بدخشان از امور عبور میکردن. البته کمکی که توانستیم با اونها و مجاهدینی که در قسمت خوگیانی و با اطراف جلال آباد بودن با اونها کمک کردم. یعنی اینمی سلاح لوایسی اگر یک چیزی ضایع شده باشه از طرف کسی که مثلا لوار پیش ریش گرفت یا موانع ایجاد کرد و قسمت اعظم سلاح به داخل خاک افغانستان انتقال داده شد، به دست برادرای مجاهد افتید. از امیجا بود که به مقابل تانک دولت راکت انداز پیدا کردن و به مقابل قوت‌های هوایی زگویک و این سلاح دافع هوا پیدا کردند و دولت کمرش از امیجا شکست. طی نخستین سال تسلط رژیم کمونیستی، تنظیم‌های مجاهدین فعالیت‌های خود را رسما در پشاور آغاز کردند که حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی محمدی، جمعیت اسلامی به رهبری پروفسور برهان الدین ربانی، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، محاذ ملی اسلامی به رهبری پیر سید احمد گیلانی، حزب اسلامی خالص به رهبری مولوی محمد یونس خالص و جبهه ملی نجات به رهبری صبغت الله مجددی را شامل می‌شد. البته بعدها هنگامی که استاد سیاف با رهایی از زندان به پشاور هجرت کرد، تنظیم دیگری به نام اتحاد اسلامی مجاهدین نیز ایجاد گردید. مورخین یادداشت دادند که امین در دوره اقتدار 100 روزه خود با 200 جبهه مردمی مواجه بود و هراس مسکو و سقوط رژیم کمونیستی که طی سال 1358 با عملیات وسیع مجاهدین درگیر بود و شهرهای اطراف کابل را از دست داده بود، یکجا با نارضایتی برژنف از زمین سبب شد تا مسکو تصمیم تجاوز علنی بر افغانستان را اتخاذ کند. امین که خود نیز از مبارزات مردم به تنگ آمده بود، باری گفت: برای من تعجب معلوم میشه که چطور دشمن میدانه در فلان ده بالای زحمتکشان ما حمله کنه، در فلان جای چند نفر برادران ما را شهید بسازه، در فلان جای خلقی ها را قتل بسازه. جای تعجب است.
گلدیپ نایار نویسنده هندی در اثر خود به نام گزارشی در مورد افغانستان می‌نگارد که امین خلاف خواهش برژنف در سفارت آمریکا در کابل صحبت‌هایی را با بلد شاجدافیر سفارت آمریکا مقیم هند انجام داد. با گفته او بلد یگانه دیپلمات آمریکایی بود که پس از قتل آدولف دابس سفیر آمریکا که در 14 فوریه 1979 در کابل کشته شد به کابل سفر کرد. دابس سفیر آمریکا با وسیله 4 نفر مسلح به هتل کابل ربوده شد و در نتیجه مداخله پلیس یک جا با اختطاف کنندگان به قتل رسید. با آمریکا کمک‌های خود به افغانستان را قطع نمود. برخی ها برقراری روابط میان امین و شماری از مجاهدین را که با جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان ارتباط نزدیک داشتند علت تجاوز روس‌ها خواندند. امین طی یکی از بیانیه‌های خود خواستار روابط نزدیک با پاکستان شده بود. انتظار دارم بنابر دعوت ما جلالت مآب ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان و جلالت مآب آقا شاهی مشاورشان در امور سیاسی و در امور خارجی در اوقات مناسب و هر چیز زودتر به افغانستان سفر کرده بتوانند که در این امر رفع سوء تفاهم خیلی مفید خواهد بود. گلابزوی وزیر داخلی رژیم پس از تجاوز شوروی در این مورد گفت: هغه رښتینی واقعي معلومات څخه په استفاده سره چې لاسته راغلي دي باید ووایو چې جنایت کوونکي حفیظ الله امین او د CIA نماینده او د CIA جاسوس او د دې انډیوالان د افغانستان او د اخوانیانو له مشر ګلبدین حکمتیار سره جوړښت درلود او د CIA په لارښوونه په افغانستان کې د یوې کودتا او توطیې چې په 1915 کال د جدي په 8 نیټه ساته رسېدله طرحه کړې وه. د افغانستان په نوي حکومت کې حفیظ الله امین د جمهور رئیس په توګه، ګلبدین حکمتیار د صدراعظم په توګه او محمد یعقوب د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د ملي دفاع د وزیر پخوانی لوی درسي د ملي دفاع د وزیر په توګه موافقه شوې وه. اما تا هنوز اسناد کافی در رابطه با رد و یا تأیید موضوع افشا نگردیده است. امین که به نظر برژنف شخص مساعدی برای پیاده کردن سیاست‌های مسکو در کابل نبود، در نتیجه مشوره‌های جنرال پاپوتین معاون اول وزارت داخله شوروی از خانه خلق به قصر تاجبیک انتقال یافت و در بعد از ظهر 27 دسامبر 1979 دعوتی را ترتیب داد که نزدیکترین رفقای حزبیش در آن حضور داشتند. امین در جریان دعوت به طور مرموزی به وسیله روس‌ها به قتل رسید که اسرار واقع تا دیر زمانی پنهان ماند. اما شب 31 سرطان 1372 تلویزیون روسیه فیلم مستندی را در این رابطه نشر نمود که سرشناس‌های سازمان کاجبی در آن برخی اسرار را افشا نمودند. تورن جنرال کالوگین آمر استخبارات ضد جاسوسی کاجبی در بخش خارجی میگوید که Что это сделало КГБ, не вызывает сомнений, потому что это единственная организация, которая обладала... کاجبی میتواند با امکاناتی که در اختیار داشت به اشکال مختلف تاریخ عمومی و خصوصی جوامع و افراد را تغییر دهد. حتی زهریاتی وجود داشت که میشد بدون هر گونه نشانه در طعام اضافه گردد و یا در آب حل شود. Добавляется в пищу или лучше в напитки, растворимые быстрее. Они как раз и производят соответствующий эффект. Но я считаю, что все это было нагромождение. За 5 минут до начала главных событий по просьбе врача я покинул дворец. По пути в Министерство обороны... 5 دقیقه قبل از وقوع حادثه مهم من با هدایت دکتر روز قصر را ترک کردم. روبروی وزارت مخابرات با سربازان و جنرال روسی که عملیات را رهبری می‌کرد مواجه شدم و در همین هنگام انفجارات و فیرها آغاز یافت. فهمیدم که بدبختی به کابل پا گذاشته است. قطارهای روس‌ها در سرک‌ها نمایان می‌شدند و من دانستم که آمدند تا با امین محاسبه نمایند. Ну, как я и предполагал, беда, так сказать, пришла сюда. Относилась административно к разведке КГБ. Это группа... جنرال کالوگین گروه تروریستی که وارد کابل شده بود در افغانستان به نام زینت یاد میشد و در مرکز کاجبی نام دیگری داشت. این گروه موظف به اجرای مقاصد تهاجمی و تروریستی در خارج مرزهای شوروی بود. С целью осуществления диверсионных и террористических актов в случае необходимости за пределы. Присутствовал и до этого в Кабуле, где-то с середины 79-го. الکساندر باروزوف معاون کاجبی در کابل. Согласие афганцев. این گروه باید مانند امبولانس عاجل در وقت ضرورت به محل حاضر می‌گردید. В
البته اینها در آغاز در لباس محافظین سفارت شوروی وارد کشورهای مورد نظر می شدند. Меры, как вот наша скорая помощь. Где-то что-то происходит, и нужно срочно кого-то выручить. Пошел огонь, начались, услышали пулеметные автоматные очереди. Ну, как я и предполагал, беда, так сказать, пришла сюда. Мы еще не знали, что это, что душманы. جنگ جریان داشت. صدای فیرها، انفجارات و ناله های بی‌مفهوم. دیدم که امین در دهلیز ارگ سراسیمه در حال فرار است. سوزن در بریدش بود و 2 بوتل شاید سیرم را با خود داشت. به نزدیکش رفتم، ایستاده شد و من سوزن را بیرون کردم. با من یک جا به بار رفت. پسر خردش گریه کنان پاهایش را محکم گرفت و امین او را تسلی میداد. یکی از افسران ما، ویکتور پتروویچ، گفت که از بار بیرون شویم. به دهلیز برآمدیم. انفجار در آخر دهلیز صورت گرفت و ما بدون اراده با اتاق کنفرانس پرتاب شدیم. چیزی به شیشه اصابت کرد و آن را شکست. امین خود را به طرف چپ کشید. نفر مسلحی فیر کنان در دهلیز میدوید. فریادی را شنیدم و بعد دیدم که ویکتور پتروویچ کشته شده است. چند نفر داخل شدند. عساکر ما و افراد کجبی بودند. مرا به پایین بردند و گفتند که به جسد پتروویچ ضرورت نیست. Я это прекрасно помню, потому что это был последний раз, когда я встречался с جنرال کالوگی. با اندروپوف رئیس هیئت رهبری کاجبی ملاقات داشتم. دفعتاً پیام تلفنی از کابل برایش رسید. ایوانوف نماینده کاجبی بود و گزارش اقدام نظامی را داد. اندروپوف احساساتی بود و به او گفت که به کارمل بگو بیانیه بدهد. کارمل باید بفهمد که مردم منتظر تشریح حوادثند. فوراً متن را تهیه کنید و آنچه را گذشته تشریح کنید. по ВЧ-связи, но Андропов очень возбужденно сказал ему: слушай, Борис, передай Кармалю, чтобы он немедленно выступил по телевидению. Прошло уже 3 дня, как произошел этот переворот, а нет выступления. Было. Мы его спасли, ему жизнь, а его... Мы-то не видели, как его расстреляли, а... به مفهوم بود. ما امین را به دست آوردیم اما ندیدیم که چگونه تیرباران شد. رادیو کابل اعلان کرد که امین اعدام شد و در یک محکمه عادلانه به اشد مجازات محکوم شد. ما که در حادثه حضور داشتیم اظهارات رادیویی را باور کردیم. شاید آنچه گفته شد واقعیت داشت. Мы воспитаны ведь так, что по радио сказали, значит это правда. و به این ترتیب امین به وسیله روزها کشته شد. اما تا هنوز عیناً و مطلقاً واضح نشده که او چگونه به قتل رسید. با وسیله زهر آمیخته در غذا، با امپول زهری و یا با وسیله مرمی‌های داغ سربی.